حجاب حیاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر دینی اخلاقی دارد، هر دینی اخلاقی دارد و اخلاق اسلام حیاست. هر دینی اخلاقی دارد و اخلاق اسلام حیاست. خوب توجه بکنید به این حدیث. هر دینی اخلاقی دارد و اخلاق اسلام حیاست. و در جای دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید حیا از ایمان و جای ایمان در بهشت است. حیا از ایمان است و جای ایمان در بهشت است. و در حدیثی تهدید می‌کند و می‌فرمایند اذا لم تستح فاصنع ما شئت. اگر حیا ندارید هر کاری که دلت میخواد بکن. فکر نکنید این اجازه داره میده که هر کاری دلت میخواد بکنی، داره تهدیدت میکنه. میگه اگر حیا نکردی هر کاری که دلت میخواد بکن. برو رقاصه عروسی ها بشو، برو رقاصه کاواره ها و بارها بشو. اگر حیا نداشتید و حیا نکردید هر کار دلت میخواد بکن. ولی مسلمان میگه نه حیا دارم. خوب دقت بکنی، خواهر مسلمان اینطوری جواب خدا و رسول خدا میده صلی الله علیه وسلم، میگه حیا دارم و هر چی که دل خدا و رسول خدا میخواد من انجام میدم. حیا دارم و هر چی که خدا و رسول خدا خوشش میاد و خوشنود میشه و راضی میشه انجام میدم. این کجا و اون کجا؟ مطیع امر خدا شدن یا مطیع امر نفس و ابلیس شدن کجا؟ در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند حیا و ایمان به هم پیوسته اند، از هم جدا نمیشن. حیا شعبه‌ای از ایمان است، بلکه کل ایمان است. و حیا هیچ موقع شر همراه نداشته. هرچی شر بوده از بی‌حیایی آمده. اصلا حیا یعنی کل خیر. اینا همش حدیثی که دارم میگم. حیا یعنی کل خیر. میفرمایند اون معلم دلسوز، مهربان، خیرخواه، ایثارگر، حیا و ایمان به هم گره خوردن، به هم پیوستند. اگر یکی برداشته شود دیگری هم برداشته می شود. اگر حیا رفت ایمان رفته، اگر ایمان رفت دیگه حیایی نمانده. میگه هر دو به هم پیوند خورده، با همن، لازم و ملزوم همن. میگه اگر حیا برداشته شد ایمان هم رفته و اگر ایمان نباشه دیگه حیای وجود نداره. چون یکی از نشانه های ایمان وجود حیاست. عایشه رضی الله عنها میگوید، رضی الله عنهما میگوید، خواهرها این نکته رو خوب توجه بکنن که چقدر این ام المؤمنین با اون کمی سنش، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با او عقد کرده 7 ساله بوده، 9 ساله دخول صورت گرفته، یک جا شده، ولی یکی از کامل ترین زنان روی زمین بوده. خوب دقت بکنید که چی میگه. عایشه رضی الله عنها میگوید وقتی که وارد خانه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم و پدرم در آن دفن شده بودند میشدم، منظور حجره خودشه، همون اتاقی که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات بود اون اتاق خودش بوده و پیامبران همون جایی که قبض روح شدن همونجا دفن میشن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که
در دامان عایشه سرش گذاشته بود، همونجا قبض روح می شود و همونجا دفن می شود. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم وقتی که درگذشت، همونجا در کنار صاحبش در خانه دخترش و در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شدند. عایشه میگوید وقتی که وارد خانه‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم و پدرم، منظورش ابوبکر صدیق، در آن دفن شده بودند میشدم، لباسهایم را به زمین میگذاشتم. یعنی چادری که رو سرش بوده به زمین میگذاشته، چون یکی قبر شوهرش بوده، یکی قبر پدرش بوده. احساس نامحرمی نمیکرده. حتی دقت بکنید تو صحبت بعدیش اینقدر چه متوجه بوده، میگفته که اینجا خب قبر پدرمه و قبر همسرمه. یعنی خودش مواظب خودش بوده، نه اینطوری همطوری بره چادرش بذاره. چون دنباله صحبتش، چون از عمر شرم و حیا می نمودم، لباسهایم را محکم به بدنم می بستم. چون از عمر رضی الله عنه شرم و حیا می نمودم، لباسهایم را محکم می بستم. اما میگه بعد از اینکه امیرالمومنین عمر ابن الخطاب شهید شدن و در کنار پدرم که محرمم بود و در کنار شوهرم که محرمم بود اونجا دفن شد، بعد از اون وقتی که وارد این حجره می شدم دیگه لباسم نمیگذاشتم، چادرم نمیگذاشتم روی زمین، با وجودی که عمر کجاست؟ عمر زیر زمینه، عمر دفن شده، عمر که زنده نبود، عمر که تماشا نمی کرد، عمر که نمی دید. چقدر مواظب خودشون بودن. اون احساس که اینجا یک نفر نامحرم از نظر مسائل ازدواج اینجا دفن در کنار پدرش و در کنار همسرش. میگه اما بعد از شهادت امیرالمومنین عمر رضی الله عنه که بعد در کنار شوهرم و پدرم دفن شد، وقتی که وارد این حجره می شدم لباس هم را محکم می بستم و یادم می آمد که چقدر عمر در دین شدید بوده و چقدر شرم و حیا داشته. امروز زن مسلمان جلو پدرش خجالت میکشه، اما بیرون سر عروسی خجالت نمیکشه. خیلی عجیبه. و برای هر کجا یک لباس خاص برای خودش دوخته. قبلا هم گفتم لباس برای عمره و حج و مکه لباس خاص، لباس برای مسجد لباس خاص، لباس برای بازار لباس خاص، لباس برای روز عید لباس خاص، لباس برای عروسی قوم خویشا و عروسی دور لباس خاص، لباس برای مسافرت لباس خاص. مسلمان یک لباس داره، لباس تقوا داره، هر کجا که باشه همونه، فرقی نمیکنه تو مکه باشه یا تو بازار باشه یا تو لندن باشه، تو عروسی باشه یا تو نماز تراویح باشه. یک بار دیگه اینو بشنوید. ام المؤمنین میگه چون از عمر، امیرالمومنین عمر، شرم و حیا می نمودم، لباسم را محکم به بدنم می بستم و بعد وارد حجره می شدم. عمری که دفن شده